أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور، وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اسلام متمم دین هاست. خداوند متعال فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند متعال ادیان مختلفی رو در طول زمان برای بشریت قرار داد و رسول و نبی رو فرستاد تا مردم رو راهنمایی کنند. بعد ختم کرد به اسلام. بعد از آن که پیامبر اکرم جانشین خود رو تعیین کرد تا مردم بدون راهنما نباشند، فرمود من اسلام رو برای شما راضی شدم. رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین شما باشی. بعد فرمود اگر کسی غیر از اسلام رو تبعیت کند از او قبول نخواهد شد. دین اسلامه. وقتی مراجعه میکنیم به ادیان، به مذاهب، میبینیم عامه هم حنبلی داره، هم مالکی داره، هم حنفی داره، هم شافعی. با شیعه ها که میایم صحبت کنیم هم زیدی داره، هم اسماعیلی داره، هم کیسانیه دارن، هم اثناعشری. هم آوازشون اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام. و فرمود من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. خب کدوم از اینا راست میگن؟ کدوم از اینا دروغ میگن؟ کدوم اسلام واقعی است؟ واقعا آیا ادیان و مذاهب که وجود دارد اینا همشون درست میگن؟ همشون دنبال اسلامن؟ یا بعضیاشون اسلام رو بازیچه گرفتن؟ بعضیاشون اسلام رو لقلقه زبان گرفتن؟ ما ادعا میکنیم اسلام و مسلمان ماییم. اسلام واقعی شیعه اثناعشری است. او که معتقد است به امامت ائمه روحی لهم الفدا و ادیان بقیه رو باطل میدانیم. در مقابل ما گروهی هستن خیلی ضعیفن، ادله و برهانشون ضعیفه، نمیتوانند در مقابل ما خودنمایی کنند، ظهور کنند. بعضی از ادیان هم
بعضی از ادیان هم باطله، موش پرستن، بت میپرستند. دور از محضر شما گاو میپرستند. اینا خب معلومه، اینا بازیچه است. اما بعضیا با دین خدا جلو میان، خودشون رو بر حق میدانند. تنها کسی که مقابل ما ایستاده و با ناحق و دروغ در مقابل ما عرض اندام میکنه عامه است، اهل سنت هم. ما در مقابل اونها ادلمون قویه، برهانمون قویه و اصلا هم نیاز به متون خودمون نداریم. بگن شیعه ها کتاباتون رو میبندیم، میگیم چشم. شما با چی میخواید صحبت کنید؟ با قرآن سر و کار دارید؟ بیایید با قرآن محاجه کنیم، با قرآن دین اسلام واقعی رو ثابت کنیم. قرآن کریم چی میگه؟ میگه کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. صادقین کیان؟ چه کسانی هستند؟ قرآن کریم اشاره می کند به صادقین، می فرماید جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. صادقون کسانی هستند که هم با مالشون جهاد کردند، هم با جانشون. قرآن، شما مگر نمیگید قرآن ملاکه؟ مگر نمیگید قرآن هر چی گفت بر طبق اون عمل میکنیم، ما تسلیم میشیم؟ اون لحظه ای که پیامبر اکرم از دنیا رفتند، اینا دیدن اگر احادیث باقی بمونه در خطر میافتن، چون خیلی از احادیث حقایق رو بیان کرده. لذا آمدن منع حدیث کردن، گفتن از امروز به بعد هر که حدیث نقل کنه خودش میدونه. زبان بریدند، تبعید کردند، آدم کشتند. خب گفتن حدیث بی حدیث. ما هم تسلیم شدیم. الان چیکار کنیم؟ قرآن رو بیارید جلو. اون دومی گفت حسبنا کتاب الله، فقط قرآن. گفتیم چرا؟ بهانه آوردن، گفتن چون ممکنه حدیث با قرآن مخلوط بشه. عیبی نداره، مخلوط که نمیشه، ولی قبول. قرآن رو بیارید جلو. قرآن در مورد کی؟ این صادق واقعی که با جانش با خدا معامله کرده، در مورد کی صحبت کرده؟ اون شب مبیت که مشرکین قریش تصمیم گرفته بودند که پیامبر اکرم رو به قتل برسانند، کی جای پیامبر خوابید؟ و قرآن در مورد او چه گفت؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه گروهی هستن نفس خودشون رو به خدا میفروشن، با خدا معامله میکنن. تمام عامه اعتراف میکنن نزلت فی حق علی، در حق علی ابن ابی طالب نازل شد این آیه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. نگاه کنید منابع اهل سنت، ما دنبال صادقین داریم میگردیم. قرآن در مورد کیا خطاب میکنه؟ صادقین. میگه این آیه میدونید کی نازل شد؟ امیرالمؤمنین در مسجد بود، داشت نماز میخوند. فقیری آمد داخل مسجد، گفت مردم به من کمک کنید. هیچ کس کمکش نکرد الا امیرالمؤمنین. این انگشتر خود رو خارج کرد،
و به دست فقیر داد. کسایی که جهاد می کنند هم با اموالشون هم با انفسشون و با خدا معامله می کنند. اینا کسایی هستند که برگزیده خدا. بعد قرآن دوباره معرفی میکنه صادقین رو. ببینید عامه یه آیه داره در مورد خلیفه اول، اونم آیه غاره که بهش اشاره خواهم کرد. بقیه آیه ها ساخته خودشون، روایات ساخته خودشون، هر چی توانایی داشتن اینها آیه جعل کردن. به ابو هریره گفتن ابو هریره این حدیث ها رو از کجا میاری؟ گفت از جیبم. قرآن میفرماد والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. مشکلات رو تحمل میکنن، صبر میکنن، مشکلات رو به جان میخرن. اینا صادقن، اینا همون متقین هستن. وقتی دین به خطر میفته دین براشون مهمترین چیزه. خارج میشه بهش گفت بیا صلح کن. گفت یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. اینا آدم جنایتکاریه، من مثل من که زاده رسول خدام با او بیعت کنم. علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براع مثل یزید. فاتحه اسلام رو بخونید اگر بخواهید مثل یزید سرورتون باشه. لذا فرمود اینا عهد اگر بستن به عهدشون وفادارن. خدا وقتی با خدا عهد بستن که خدایا وقتی تو بخواهی که حسین در خون خود بغلطد میغلطد، ان الله شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراهن سوایا. محمد حنفی اومد گفت برادر خودت میری برو این زن و بچه رو برای چی میبری؟ گفت خدا اراده کرده، خدا اراده کرده اینا رو اسیر ببینه. حسبنا کتاب الله. شما با قرآن میخواید با ما محاجه کنید؟ یک یک آیه قرآن در مورد اهل بیت است. اعتراف کرده اند اهل سنت بیش از 300 آیه در قرآن کریم در حق علی ابن ابی طالب نازل شده. کونوا مع الصادقین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن چی میگه؟ میگه اهل بیت خدا شما را از هر پلیدی، از هر گناه، از هر زشتی اراده کرده دور نگاه داره. یعنی شما معصومید، شما پاکید، هیچ گناه ندارید. رجوع کنید به متون اهل سنت. بین علماشون اختلاف شده، اتفاق هست قسمتی از این علمای اهل سنت و شیعه به این که این نازل شده در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین روحی له الفدا، حسن و الحسین علیهم السلام، امام حسن و امام حسین روحی لهم الفدا و پیامبر اکرم. کونوا مع الصادقین، یعنی با اونایی که صادقن، اونایی که پاکن، اونایی که گناه ندارن. آقایون خلیفه اول و دوم تا 40 سالگی اینا بت پرست بودن. خلیفه دوم شراب میخورده. کونوا مع الصادقین. قرآن ارشاد میکنه به این افراد. مباهله. میدانید اسلام
که به عنوان طاعت مطلق از خداست و عدم شرک ورزیه، قرآن اینجوری تعریف میکنه اسلام رو. اسلام اگه تو خطر بیفته عزیزترین کس باید بره از اسلام دفاع کنه، اون که اسلام رو شناخته. نجران یه منطقه است مرزی بین یمن و عربستان، اینا مسیحی بودن. پیامبر براشون نامه نوشت، گفت ایمان بیارید، اسلام بیارید. گفتن ما یه سری سوال داریم. سوالا رو جواب دادن، گفتن ما مدینه میاییم با پیامبر صحبت میکنیم. 70 نفر از بزرگان قوم آمدن مدینه، با پیامبر گفتگو کردند، صحبت کردند، به نتیجه نرسیدن. قرار شد مباهله کنن. مباهله، دو گروه جمع میشن، دعا میکنن که خدا طرف مقابل رو لعنت کنه، عذابش رو نازل کنه بهشون. خداوند فرمان داد پیامبر، یا پیامبر بگو بیان مباهله کنن و تا حق نازل بشه. جمع شدن. پیامبر کی رو برداشت برد؟ عایشه رو. عایشه که بود، کی رو برداشت برد؟ نساءنا و نساءکم، برترین زن اسلام رو برد، برای اینکه اسلام رو ثابت کنه، برای دشمن رو سرش رو به زمین بزنه. باید یک کسی رو میبرد که اسلام وجودش مجسمه اسلام بود. فاطمه زهرا رو برداشت برد. بعد کی رو برد؟ اولادنا و اولادکم، امام حسن امام حسین رو برد. انفسنا، خطاب به نفس خودش کرده پیامبر. علی ابن ابی طالب رو برد. اینا که همینطور که راه افتادن زیر یه خیمه‌ای که نشستن، بزرگ نجران گفت پیامبر اینا کیان؟ اینا کیان با خودت آوردی؟ گفت این پسر عم منه، این دخترمه، اینم دوتا نواده های منن. برگشت بهشون گفت آقایون که آمدید با این پیامبر مهاجه کنید به اون خدایی که شما اعتقاد دارید، اگر با اینا مباهله کنید نه تنها شما، نسل شما چیزی از رو زمین نمیمونه. این صورتهایی رو که من دارم میبینم این غیر اون صورت هاست، اینا صورت های حقه، نور الهی تو صورتشونه، باشون مباهله نکنید، نصیحتتون میکنم. یه سری همونجا ایمان آوردن، یه سری هم به پیامبر گفتن پیامبر ما فدیه میدیم، ما در امان تو باشیم. قرآن کریم میفرماد برای اینکه اسلام رو ثابت کنی پیامبر بهترین بنده ها رو ببر با خودت. شما بگید ببینم یک موردی که اسلام در خطر باشه، یک موردی که اسلام در خطر باشه، از خودتون یه جانفشانی، یه حرکتی کرده باشید کجاست؟ این خلیفه اول و دومتون که به جنگ بدر یا احد راضی نبودن، در جنگ احد فرار کردن، خیبر فرار کردن. تنها کسی که متون اهل سنت نقل میکنن، تنها کسی که با امیرالمؤمنین ایستاد، تنها کسی که با پیامبر ایستاد تا آخرین لحظات امیرالمؤمنین بود. بعد قرآن آداب یاد میده. شما آدابم ندارید، اخلاقیاتم ندارید، نه تنها برگزیده خدا نیستید، آداب ندارید. قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، خونه کسی نرید غیر از خونه خودتون، خونه کسی داخل نشید، حتی تستأنسوا او تسلموا علی اهلها، تا اینکه یه دونه بین خودتون یه علاقه، یه سلام علیکی، یه تعارفی بینتون قرار بگیره.
بعد وارد خونه بشید. 2 فرمود وارد خانه پیامبر نشوید. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سرتون همینطور نندازید پایین، وارد خونه پیامبر بشید، آداب داشته باشید. کتاب قرآن انسان سازه. شما بگید ببینم وقتی به خلافت رسیدید اولین آیه قرآن رو بهش عمل کردید که شما مصداق کونوا مع الصادقین. تفصیل واقعه بعداً خدمتتون عرض میکنم که اینا چگونه پشت کردن به آیات قرآن. بعد خدا میفرماد بعضی جاها من دوست دارم منو یاد کنید. زیر قبه سید الشهدا خدا دوست داره یادش کنید. و لذا الدعا مستجاب تحت قبته. این رو بدونید. وقتی سید الشهدا داشت میومد کربلا، خدا گفت حسین جان اگه میخوای قضیه عمر بن سعد و یزید و عبیدالله رو تمام کنم، فرشته ها اومدن پایین گفتن یا ابن رسول الله امام حسین ما همون فرشته‌ای هستیم که جنگ بعد پیامبر رو یاری کردیم، اومدیم تو رو یاری کنیم. گفت الموعد حفرتی، من با خدا قرار گذاشتم، قبر موعد من با خداست. بعد اونجا گفتن سید همین فرشته ها همونهایی هستند که زیر قبه سید الشهدا مستقرن. هر کسی اونجا میاد دعاش رو میرسونن و براش دعا میکنن. لذا خدا دوست داره. یک جایی که خدا دوست داره به نص آیه قرآن که اسمش و ذکرش بشه خانه فاطمه است. فی بیوت اذن الله ان تذکر. یه خونه هاییست خدا دوست داره نام ببرن، ذکرش کنن. خونه فاطمه زهرا این آیه نازل شد. این ملعون اولی اونجا بود. سوال کرد یا رسول الله این خونه مصداق این آیه است؟ منظورت این خونه است؟ گفت من افاضلها، از موارد برتر مصداق آیه قرآن خانه فاطمه است. شما عمل کردید؟ شما که خلیفه مسلمید ذکر خدا کردید در خانه فاطمه یا باز به قرآن رجوع کنیم، صادقین رو بشناسیم، افرادی هم که مورد بغض خدا هستند رو هم بشناسیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره. هر کی خدا رسول خدا رو اذیت کنه مورد لعن خدا. آقایون اینا که مورد لعن خدا هستن هیچ مورد لعن پیامبرم هستن. بذار قضیه رو براتون بگم. پیامبر انسان عادل بود، انسان کمال و کامل بود. تمام کارها با حکمت و تدبیر بود. اسامه یه پسر جوانی بود 17 سال. باباش زید آدم خدومی بود. چون از دنیا رفته بود پدرش، پیامبر اکرم به احترام بابا یه احترامی بر این بچه کرد، مسئول لشکر قرارش داد. آقایون بدشون اومد، این که سنش کمه. پیامبر گفت شنیدم از شام یه عده‌ای دارن میان این منطقه مدینه منوره رو محاصره بکنن. شما خارج شید با این جوان دفاع کنید. پیامبر حالشون بد بود، مریض بودن. به امیرالمؤمنین فرمودن علی جان تو برو نماز بخوان. یک دفعه بلال آمد گفت یا رسول الله ما که به مسجد رسیدیم علی ابن ابی طالب وارد مسجد که شد خلیفه اول در محراب برای نماز ایستاده بود. پیامبر خیلی ناتوان بودن، ضعیف شده بودن. گفت بلال زیر بغلامو بگیر، کشان منو به مسجد ببر.
پیامبر بهش گفت فلانی مگر بهت نگفتم با اسامه خارج شو، چرا نرفتی؟ بهانه آورد، گفت لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. هم قرآن لعنتشون کرده هم پیامبر. گفت به اولی و دومی مگر نگفتم برید با لشکر اسامه از مدینه منوره دفاع کنید؟ قرآن میگه کسایی که خدا و پیامبر خدا را اذیت کنن مورد لعنت خداست. پیامبر چه فرمود؟ فاطمه بضعة منی یؤذینی ما آذاها. فرمود فاطمه جگرگوشه منه، هر کس او را آزار دهد مرا آزار داده. بعد فرمود هر که مرا آزار بده خدا را آزار داده. فرمود هر که غضب فاطمه رو ایجاد کند مورد غضب من است و هر کس غضب کنم بر او خدا بر او غضب می کند. شما چه کردید با فاطمه زهرا که آرزوی من میکرد؟ دستاشو بلند میکرد و گفت الهی عجل وفاتی. چه کردید شما؟ خب آیات قرآن، اولین آیه قرآن معرفی امیر المؤمنین است کونوا مع الصادقین. دومین آیه قرآن معرفی اهل بیت است که مصداق بارزش فاطمه زهراست که از هر گونه پلیدی شما رو دور کردم. شما اسلامید، مجسمه اسلام در شما رسوخ کرده است، شما نور اسلامید. چون برای تثبیت اسلام پیامبر اکرم اینا رو برد. اینا پیامبر و خدا را اذیت کردند چون به فاطمه زهرا رحم نکردند، بین در و دیوار قرار دادند و به این کارشون افتخار میکردند. خود اولی اعتراف کرده است در اون آخر عمرش که ای کاش من 3 کار انجام نداده بودم. این از متون خود اهل سنت است، از ما نیست این روایات، از خود اهل سنت است. وددت ان لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش به خانه فاطمه حمله نمی کردم. این اعتراف خودش است به این که به خانه فاطمه زهرا حمله کرده است. امروز وقتی با اهل سنت صحبت میکنی میگه آقا تمام روایات شما دال بر این است که تمام وقایعی که اهل بیت میگن شما مرتکب شدید. شما آتش آوردید، روایتتون میگی. هیزم آوردید، در خانه را سوزاندید، روایتتون میگی. به در ضربه زدید، روایتتون میگی. ضربها عمر علی بطنها، این تصریحات اهل سنت. میگه بار خیلی معذرت میخوام به سالات مجلس، میگن که اینا رو بشناسید، اینا بشر نبودن، اینا انسان نبودن. دختر رسول خدا رو با لگد به شکم ایستادن، به اینم اکتفا نکردن. خود روایت نقل میکنه، میگه وقتی لگد رو زدن اسقطتون حسن. از شما سوال میکنم تو رو خدا، این ضربه چقدر کاری بوده؟ چقدر محکم بوده؟ مگه با یه ضربه بچه سخت میشه؟ چه کردن با فاطمه؟ از صادقین با صادقین باشید. اینا چپاولگرن، دروغگوان، جنایتکارن، مورد لعن پیامبرن. اینا از بشریت اصلا شمه از بشریت رو بو نبردن. اینا اسلام رو بازی چه قرار دادن، ولی قرآن رو ما قرآن رو جلومون قرار دادیم، قرآن رو حاکم قرار دادیم که قرآن هرچه میگوید بر طبق اون عمل کنیم. شما از قرآن چیزی نمیدانید.
قرآن میگه وارد خونه مردم میشید سلام کنید، باشون خش و پش کنید، باشون مأنوس بشید. شما لگد زنید به در خانه پیامبر. ای که خداوند متعال افتخار میکند نامش رو ببرید، شما اون در خونه اون خانه رو سوزاندید. تو رو به خدا کدوم انسان از قرآن الگو بگیرد؟ میگن آقا خلیفه ما تو قرآن اسمش هست. کجا؟ غار با پیامبر. میگه خلیفه تو ترسید، پیامبر بهش گفت نترس، لا تحزن ان الله معنا. تو اگه خلیفه شما که اهل خدا بود میرفت اون بستر میخوابید. امیرالمؤمنین خودش رو جنفدای پیامبر قرار داد، آنقدر ترسیده بود. پیامبر بهش گفت لا تحزن، چرا میترسی؟ خدا با ماست، ما برای خدا آمدیم داخل این غار تا از دین دفاع کنیم، تا از اسلام دفاع کنیم. در هر حال قرآن کریم راه رو به ما نشون میده. کونوا مع الصادقین. یه جمله هم بگم، خیلی ها بودن فکر کردن خوشبختن، فکر کردن تو دنیا زندگی خوبی دارن، با ذلت از دنیا رفتن. میدونید چرا؟ وقتی باشون حرف میزدیم میگفتن آه قضیه مال 1400 سال قبل، الان زنها تو ماه دارن اکتشافات میکنن. شما اون قضیه در و قضایای گذشته رو اینا میدونید کیان؟ ایناست که عاقبت خوش ندارن. بخونید اینا آخر سر لیز میخورن، با نکبت از دنیا میرن. ولی آقایون اینایی که با اهل بیتن پیمان بستن، خدا با عزت از دنیا میبره توشون، یه مقام بالا بهشون میده. بعد این دنیا که فایده ای نداره، از اون دنیاست، حساب کتاب اونه. فایدهش چیه؟ کونوا مع الصادقین. امام صادق فرمود، امام صادق دعا کرده خدایا بنده های ما تو گرما به عشق جدم سید الشهدا این صورت ها میسوزه. بعضی هاشون میرن گونه‌شون رو میذارن رو قبر سید الشهدا. صحبت کرده بعضی ها در راه ما تلاش میکنن. خدایا یه روز اینا از دنیا میرن، خدایا از تو میخوام جسد اینا امانت پیشت باشه. ما خودمون روز قیامت حتی نوفیهم، یعنی وعده‌ای که بهشون دادیم عملی کنیم، یعنی حساب کتابشون با ماست. خوشا به حال آن جوانی که حساب کتابش با اهل بیت خیلی مهربونه، خیلی شیعیانشون رو دوست دارن. شفاعت که میگن همینه، شفاعت که میگن همینه. فاطمه بابیست واسه فردای قیامت. خدا میگه فاطمه جان وارد بهشت بشو، همه چشاتون رو ببندید. در بهشت که میرسه مکس میکنه، میگه فاطمه جان چرا وارد نمیشی؟ گفت خدایا هم سیلی بهم زدن، هم شکستن، هم محسنم رو سفت کردن. خدایا حسینم رو تیکه تیکه کردن در کربلا، فرزندش رو قطعه کردن. باباش وقتی اومد برش داره نتونست، یه حسین بیا این بچه رو برداریم، جوانان بنی هاشم بیا، خودش نتونست ببره. امروز میخوام مردم قدر منو بدونن. میدونی خدا چی میگه؟ میگه فاطمه جان شیعیان تو در اختیار تو هستن، هر کی رو میخوای جدا کن با خودت ببر. فاطمه جان شیعه رو ولش کن، به حب تو هر کی یه لیوان آب داده، یه غذا داده، یه لباس داده، فاطمه جان با خودت ببر. روایت داره که پیامبر که میاد میبینه یک قسمت از برزخ، یک قسمت از محشر سیاه رنگه، یک قسمتی از محشر سیاه رنگه. صدا میکند پیامبر، سوال میکند چه خبره؟
ندا میاد اینا شیعیان علی هن اما گناهشون سنگینه. ببینید پیامبر چی میگه؟ میگه این ابنتی فاطمه، فاطمه کجاست به داد شیعه هاش برسه؟ این مقام فاطمه است. خدا این عزت رو به فاطمه داده، کونوا مع الصادقین. چه خبر است دیگه؟ این روزای آخر خیلی روزای سختی بوده، هم بر امیرالمؤمنین هم بر فرزندان. بریزا به روان است ما، ولی آهسته آهسته. فاطمه روشو میگرفت، من ندیدم فاطمه رو، ندیده بودم روش که بوده، پهلو شکسته به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته. بریزا به روان تا من بشویم مخفیش من. میدانست اینا افراد پستی هستند، ممکنه جنازه فاطمه زهرا جسارت کنند، همان گونه که بر جنازه امام حسن جسد امام حسن رو تیر باران کردن. نش از زیر پیراهن، ولی آهسته آهسته. بگم علی جان فاطمه تو غسل دادی، کفن کردی، اما فرزند تو در کربلا امام حسین نه تنها کفن نداشت، به اون لباس کهنه هم رحم نکردن، نه تنها به اون لباس کهنه